رفتن من ایران بدون تعارف تو کلام بدون تعارف میخوام بدون تعارف 100% من میگم امیر قلعه‌نویی بمونه تفکراتش عوض کنه. ببین عین چه ضمانتی داری که عوض بکنه؟ من چی میدونم؟ خدا میگه عوض نمیکنه، عوض بهتر میشناسه. خب پس اگه عوض نمیکنه چرا بمونه؟ آقا من ماشینم سوارم، صندلیم فرسوده شد رو کشی عوض کنم، همون ماشین سوار شم، بنز دوستش دارم. اصلا آقا جواد من نمیگم عوض نمیکنه، میگم آقا من اونجا یه چیزهایی رو حس میکردم که دیدم نمیشه. من به عنوان مشاور آقای قلعه‌نویی رفتم تیم ملی، خب مگه میشه من به عنوان مشاور بهش مشاوره ندم؟ باید بدم. همش هم که نباید بگم آقا این 11 تایی که شما گذاشتی درسته. من مشاورتم میگم آقا این دو تا هافک، اینو بهت بگم تو دیگه خودت تو استاد فنی، بازی با اردن 2 تا هافک دفاعی سعید عزت اللهی، احمدی نور، احمد نور عوض شد، روزبه چشمی اومد. این دوتا از دقیقه 25 مربی اردن فهمید 2 جلو 2 نفر رو پشت سر اینا گذاشت که ما نتونیم از عقب بازی سازی کنیم، بیلداپ از عقب بازی کنیم. ما دیگه اصلا هیچ زوری نداشتیم. یه دونه بهمون زدن، حمله کردن، یه پنالتی هم شد نزدن، یه گل آخر شد 3-1. بعد بازی گفتم آقای قلعه‌نویی این دوتای وسط ما جفتشون یه شکل بازی میکنن. ما یکی از دو تا هافک دفاعیان باید کسی باشه که بگیره بچرخه، پاس دو عمق بده، پاس خط شکن بده، 20 متر پاس بده. گفتن که کی؟ گفتم آقا نظر منو میخوای سامان قدوس اینجا بغل سعید عزت اللهی بازی بده، این در میاره برام. گفتن نه آقا این تو برنتفورد انگلیس پیستون راست، اصلا این پستش هافک دفاعی نیست، این باید پشت فوروارد بازی کنه. گفتم آقا این پیشنهاد منه. چرا؟ ما مشکلمون در بیلداپ این دو تا هافک دفاعیامونن. سعید بازیکنی که تو عرض بازی میکنه، پاس بلند میده، ما این پاس خط شکنه رو نداریم که بتونه خط هافک رو جدا کنه، بچرخه یه حرکت کنه، یه پاس تو عمق بده برسونه به طارمی یا برسونه به دو تا وینگرامون. گفتن نه آقا این اصلا اونجا نمیتونه بازی کنه. آقا این اینجا اصلا چرا باید اینجا بازی کنه؟ ما راجع به یه بازیکن بعد 3 تا بازی که با تیم ملی بودم گفتم آقا نظر من به دور و بریا مشاورینی که عبدالله گفتیم آقا راجع به این صحبت کنید، این داره 3 تا بازی خوب کار نمیکنه ولی این اینجا بازم بازی میکنه. امیدم به من چه گفتن آقا جواد؟ اینو خیلی امیرخان دوست داره، راجع به این اصلا هیچ چی نگو. آقا داره بد بازی میکنه، این وقتی بد بازی میکنه باید تعویض شه تا بدونه که، ولی قبول نمیکنن. خب تو بعد چه جوری میخوای اینو درست کنی قضیه؟